به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه سینا با عریضه زن 61 ساله ساکن نویه مومن آباد مراجعت نموده است که هفتم نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 16:00 دقیقه پسر نابالغ 16 سالش را در کوچه نخیموف پایتخت شخصان نامعلوم به یگان اساس لطکوب نموده کورتکش را به طور آشکارا از تنش کشیده گرفته به سمت نامعلوم غیب زدند. ضرری رسانیده شده 200 سامانی را تشکیل داده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانان 18 و 19 ساله ساکنان پایتخت که پیش با ماده‌های 237 254 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شدند همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. اکنون به این سه نفر بر اساس قسم دویم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غارتگری گروهی از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. تفتیش حادثه مذکور ادامه دارد. مرکز مطبوعات میلیسیای دوشنبه خبر داد که اخیراً در جریان یک عملیات شهروند حاجی طلبک سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر کولاب ولایت ختلان دستگیر کرده شده از او یک عدد کارت و دوبینکه خودساخت آهنین مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت به حاجی طلبک پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. با قرار دادگاه او به مهلت 7 شبانه روز به حبس مأموری انداخته شده است. مقامات میلیسیای پایتخت تاجیکستان اینک 3 سال باز در دوشنبه عملیات کرد میگذرانند. مقامات میگویند این عملیات به نتیجه های نظرس نائل شد و حالا شماره آنهایی که در پایتخت با خود کرد یا دیگر نوع‌های سلاح سرد میگردانند و همین طور شماره جنایت‌ها با استفاده از چنین سلاح‌ها خیلی کم شده است. ولی مثال حاجی طلبک نشان می‌دهد که چنین حالت‌ها تا حال جای دارند. راهبران میلیسیای دوشنبه از تمام کلانسالان، پدر و مادران، مسئولین مقامات در تربیه نابالغان منفعت‌دار و آموزگاران خواستند که نظارت و تعلیم و تربیه را نسبت به فرزندان خود پرزور نموده نگذارند تا نورسان و نابالغان کرد و دیگر نمود پردمیت‌ها به صفت سلاح سرد استفاده شونده را با خود گردانیده دست به عمل و کردار ناشایسته زنند. به عقیده مقامات میلیسیا تجربه تفتیشاتی نشان میدهد که در صورت با خود گردانیدن کرد از جانب نابالغان و جوانان و پیدا گردیدن عادی‌ترین بحث و مناقشه عاقبت به جنایت‌های وزنین حتی تا به کشتار آورده میرساند.